بالاخره ماشین رویاهامو گرفتم. پیکان خیلی ماشین باحالیه، ولی این مرده متحرک، جنازه، لاشه، پوسیده. ولی از حق نگذری ماشین مدل 83 کابینش خیلی تمیزه، واقعا کابینش تمیزه. بذار در عقبم بهت نشون محمد، بذار در عقبم بهت نشون بدم. آها نگاه کن چقدر مرتبه. ببخشید ناموسن عشق کردی. داشتم میگفتم ظاهرش ظاهرا تمیزه، باطنش واقعا تمیزه. داخل کاپوتم بهتون نشون بدم. ماشین مدل 83 آخرین مدل انژکتور پیکانو، خریدمش 84 میلیون. ماشین تا دلت بخواد توفمالی داره، از پیچایی که توی جلو پنجره رفته، همین پیچایی که زده بیرون، تا صندوق عقبش کلا توفمالیه. ولی خب خدا رو شکر جفت راهنماش سالمه و کار میکنه. خدایا بله. هر چی کسخلت توی دنیا شفا بده. بخاری جهنم، کولرش هم بگذاریم. اونایی که نمیدونن این ماشین رو من گرفتم که بازسازیش کنم. بازسازی منظورم 0 تا 100، یعنی تغییر رنگ هم حتی ماشین میخوره و سفید نمیمونه. قدیمی یادشونه پیکان دنده 5 نداره. من الان هر چقدر دارم زور میزنم دنده 5 نمیره، ولی سر راحت. شیشه‌های عقب برقی نیست، شیشه راننده هم برقی نیست. خدا این میله 20 سانتی که میبینیم اینجوری کج اومده آفتابگیرشه که نمیذاره چشمون اذیت بشه. تو باز جای شکرش از سمت شاگرد سالمه. اینم منم که میگم چه غلطی بود توی 21 سالگی کردم. بوقم نداره، بعد کلاتو بگیر از شیشه بیرون بزنی. خدایا هزاران مرتبه شکرت که نور پشت آمپرش لااقل سالمه، نور پنل بخاریش هم سالمه. عقبش هم تقریبا مرتبه، جز این لامپ لعنتی که هر چقدر مشت میزنی انگار نه. انقدر این ماشین ایراد داره که ایرادای بعدیشو تو پارت بعدیش میذارم، چون تایم تموم شد. میتونی پیجمو فالو کنی ادامهشو ببینی.